گوش کن بگی bu tagangish kalama bıkşoy ve tangisi. Senin solima da içi gana mı da? Senin kadar mağazı mağduyorum nişanı da kaç kelime benden. Kelime ben hamil kel bastagiye çıkıp kadar. Vallahi o çaçı terime kardım o. ما او چمانی ندیدم. چگونه اینها جرأت پیدا کردند که با دین الله مخالفت میکنند؟ چگونه اینها جرأت پیدا کردند که در مقابل قانون الله اینها قانون صادر میکنند؟ اینها از الله نمیترسند؟ حجاب این دستور الله است، حجاب این فرمان الله است. الله جل شأنه میفرماید یا ایها النبی قل لازواجک، خواهر مسلمان، مادر مسلمان، زنهای مسلمان، با آیات الله توجه کنید که الله سبحانه و تعالی به شما چی دستور میدهد، الله سبحانه و تعالی به شما چی فرمان میدهد. یا ایها النبی قل لازواجک، الله سبحانه و تعالی پیامبری گرامی قدر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را دستور میدهد که ای پیامبر خدا، قل لازواجک، به زنهات بگو، و بناتک، و به دخترانت بگو، و نساء المؤمنین، و به زنهای مؤمن بگو، یدنین علیهن من جلابیبهن، که پوشش اسلامی را رعایت کنند، حجاب اسلامی را رعایت کنند. پس حجاب فرمان الله سبحانه و تعالی است. پس خواهر مسلمان توجه داشته باش که حجاب این دستور الله است. اگرچه که امروز مخالفان قرآن، اگرچه که امروز مخالفان حجاب، امروز حجاب اسلامی را حجاب بیگانه میدانند، این بیسوادان، این دشمنان دین از الله نمی ترسیده باشند. اینها فکر میکنند که ما به این وظیفه خود همیشه در این کرسی هستیم، اینها فکر میکنند که ما همیشه در این دنیا هستیم. از الله بترسید، والله که ملاقات الله سبحانه و تعالی را داریم. هر یک من و شما از الله بترسین، مخالفت با گفته الله و رسول نکنید، مردم را برای خود دشمن درست نکنید. بسیار جرمی بزرگ است برای افراد و اشخاصی که به علیه قانون اسلام قانون صادر میکنند. والله بسیار جرمی سخت است. این جرمی هست که نه الله میبخشد و نه مردم میبخشد، نه ملت میبخشد. اتقوا الله، از الله بترسین، فریفته وظیفتان نشوین، فریفته کرسی هاتان نشوین، فریفته مقام و مرتبتان نشوین. در نزد الله چیزی نیستین، در نزد الله هیچ اعتباری ندارین، هیچ ارزشی ندارین. به خاطری که مخالفتی به الله کردین، به خاطری که مخالفتی با گفته الله و رسول کردین، هیچ ارزشی ندارین و ارزشتان در نزد مردمم پایان رفت و به اعتبار شدین. به خاطر چی؟ به خاطری که مخالفت با گفته الله و رسول کردین. بنابراین خواهران مسلمان، این دستور الله است، این فرمان الله است. حجاب اسلامی را رعایت کن. اگرچه که امروز بر علیه تو قانون صادر میکنن و اگرچه که امروز تو را آزار و اذیت میدهند، اگرچه که امروز برای تو مشکل شده است پوشیدن حجاب، ولی باز هم بدان که فرمان الله است. فرمان الله بالاتر از فرمان پرزیدنت است. فرمان الله بالاتر از فرمان این وظیفه‌دار و حکومتداران است. متوجه باش، این فرمان الله است. باز هم برات میگم، در سوره نور الله سبحانه و تعالی میفرماید وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. این گفته الله است. الله چی میگه؟ این حکومتدارا چی میگن؟ الله چی میگه؟ این وظیفه‌دارها و وظیفه‌خورها و این دین فروش ها چی میگن و این مذهب فروش ها چی میگن؟ الله میگه که زن مسلمان وقتی که از خانه بیرون می شود باید پوشش اسلامی داشته باشد. اما این حکومتدارا، اما این دین فروش ها، اما این مذهب فروش ها میگن زن مسلمان که از خانه برآمد لباس ملی داشته باشد. آیا این مخالفت با گفته الله و رسول نیست؟ آیا این مخالفت با گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست؟ مردم را فریب ندهین. مردم الکی شما را شناختند، قدر و منزلت شما در نزد مردم معلوم شد.